تخم مرغ؟ چرا 9 تا. اردک چی؟ اصلا قیمت اونه 3 میلیون. بسیار با چشمزه. بازار کوچیک زیاد توضیحات رو ویدیو اضافه نمی‌کنم. اینجا جلوی مرکز بهداشت و اورژانس کوچه اصفهان. این بازار ما یک شنبه و چهارشنبه باز زوره. طرف جاده سنگر، اول بازار سنگر. تخم مرغ نه خیلی مورم اینجا میگم نه. تخم اردک. کنی چند تخم مرغ؟ چرا 9 تا. اردک چی؟ اردک 12. اردک 12. دست شما. اما خیلی شده. اینی چند آجی؟ چیا؟ اردک 150. این 150. من شما. آموز. سنگرین عمل اوی عید بازده. ما هیبی هرگز کار نمی‌کنه. چرا؟ چون دیوانه شبیه 20 میلیون تومان 30 میلیون چون من تو الان باوردم اینو میاد دیگه 50 میلیون بالا باشه میتونه 300 میلیون مردم خوش آموز. قیمت بگیرم آدم. براتون پاکم بیم. این اردک اسرائیلی اصلا نیست قیمت سلام آجی هستم. دونی چنده؟ 3 میلیون. دونی 3 میلیون. دو تا درمیان 4 نیم. 2 تا 4 نیم. دست شما در. نه عروس هلندی. اینجور بگم داره. سلام آجی باز دونی چنده؟ 850 850 دستتون هم این مورو خطرناک این جاده هنو خود واقعا جاش بده.
مادی جون چند آجی؟ نه میخوایم ماده آجی چند است؟ نه داریم 350 ماده داریم 300 در 350 ماده 300 راست شما دارم اینم حقوق قشنگ براتون پاک میکنن دو تا 250 دو تا 250 دولتی آقا تو جو کنترل نکن دو تا 250 سلام آجی هستم مرغ دونه چنده؟ مرغ 400 مرغ 400 خروس چی؟ خروس داریم 600 خروس داریم 500 خروس داریم 400 و 300 بسیاری به عبادش بس شما دمه خوب سفیده چی؟ اونا 14 میشه 5 4 تا 5 بس شما دمه انتهام کبوتر ماشاءالله نداره نه همون لبو هم داره خسته نباشی همون همون لبوی داغ تازه اینم بلدرچین گوشم سلام آجی گوشم چند؟ اونی 75 دست شما دارم اون چیه؟ کبکه یه پرورشیه ها اینا چنده؟ 350 دست شما دارم اینا ماده نه اینا یه مدل دیگه تو دیگه بشو صدای قشنگی داره مال فلندی هست عروس صدای باحال نشد ما خرگوش هم داره داشتان پاک شده داره سلام آجی سلام آقای خسته نبود کرم دار بایدی ایواره محلی شناسان بایدی ایواره اینه چنده؟ دیگه 200 داری چند؟ اینا 230 اینجا خروس از هرم مال خواهدیم حالا اون گوشتی اون جدا دیگه آقا تو چند جوادی یه بگی
ماشی ما رو نزنیم هم خروس های خوش ما بسیار به چشم نزن 150 خروس لاری عشان مثلا نه اون قوقاز اینا قیمت ها رو دیدم پشماشون ریخته یه دونه خروس و دو تا مرغ. داره جا بازار خروس کم خروجنگی این لاری هست؟ چند همون بزرگی چنده؟ بزرگی میره یکی 200 یکی 300 اینا میره دونه 600 برای سربردن که نیست همه میبرن جنگ نه اینا برای بزرگ کردن جنگ میدن جنگ دست شما آقای محلی نیست نه جان عبی بوده هر بازار کباب میرن هم که تمام شد
اونم لذت ببرید.